بسته ارسالی شما با هم بررسی کنیم ببینیم نمونهتون اصله یا نه. از همدان اومده، بولوار آزادگان آقای محمدی. حالا میخوام بسته رو باز کنیم ببین برای باز کردن بسته همیشه به یه ابزار خطرناک احتیاج دارین، چاقویی که خیلی کم خطره. همیشه بسته رو از پشت وا کنین چون آدرس خراب نشه که بتونین پس بفرستین. یه دونه انگشتر برامون فرستادن که ببینیم انگشترش چجوریه. ببین انگشتری که من انگشترش عقیقه، من آموزش هایی که براتون گذاشتم گفتم چطوری عقیقه رو شناسایی کنید. من چاقوم ببندم خطرناکه. ببین برای شناسایی عقیقه گفتم شما بریم پشت کار رو ببینید. اوکی، بعد گفتن که پشت کار ما فوررفتگی نداره. درست هم گفتم پشت کارشون فوررفتگی نداره ولی پشت کارشون برآمده است، یعنی باز هم نمونه اونا رنگ شده است و میبینین که یه رنگ یک دستی رو داره نشون میده، کاملا نمونه رنگ شده است. حالا ویدیوهاشو براتون میذارم از جلوتر ببینید. و اینکه رکاب رو به عنوان رکاب دستساز داده بودن ولی رکابشون دستساز نیست. حالا من ویدیو دستسازم میگیرم، اتفاقا یه آموزش خوبی هم میشه براتون، یه ویدیو تفاوت دستساز و غیر دستساز رو براتون بذارم. امیدوارم ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگه ویدیوهای آنباکسینگ اینجوری خواستین بهم بگین براتون بیشتر بذارم. بدرود.